رفیق عاشق. بخوام بابا دامن به این صورت که تو عشق عوض میکنه من تیشرت هم نمیتونم عوض کنم. سرعت بکنه چطوره؟ پاشو حق تو بگید. پسر بار رختکن بهش دو بند و کفش باید ساعت بکن نه آقا استراده بود عباس باشو بیام من باید بگیرم باشو بیام لبسه دارده حق گفتار. خانم دوشیزه آیدا اسکوپی آیا به بنده وکالت میدهید در قبال مهریه یک دل کلام الله مجید و یک شاخ نبات و 1000 سکه زیاده 1000 تا سکه اسی خداییش نمیارزه 500 بده خیرشو ببر مانی خب قرار بود دلار بیاد پایین انا اللي عذبني حبيبي وانا اللي حيرني زماني انا اللي اندازه تفنگ اولا چی بگم هیچ ربطی به کشتن آدمو نداره. خب یعنی این چی نمیدونم اگه مثلا تفنگ یه آقایی 20 سانت باشه خیلی آدم میکشه یا نه مثلا اگه 10 سانت باشه اصلا آدم نمیکشه. نه اصلا اندازه تفنگ ربط نداره. چرا نداره؟ وقتی چه تفنگ این تفنگ ببخشید من یه خودم سرما خوردم صدام عوض شده از این اول شدم. وقتی چه تفنگ وارد غلاف میشه همین ابتدای غلاف یهو گیر میکنه و باعث در رفتن تیر و گیر کردن و همه ایناش یعنی هر چی هست آقا از این جنس غلافه. حالا شما یه زور بزن اصلا فکر کن چه یه کلاشینکوف 30 سانتی دستته بخوای چیکار کنی اصلا وقتی که میتونی با جفتشون آویزون. من عاشق مردای آویزونم. میدونم بلکه تو خودت هم آویزونی. پسر شیطون. بخواه بالا باد چیه؟ بری دستی تو کمی الان بیرون بودی. اونگه برم آفر نمو دستی برو اما زود بیا. بیا تو یاوری چیکار داری؟ خب معلم گفت درس کلاس تمام شده که اشکال نره بچه ها برن خونه. درس تمام شده؟ بچه ها برن خونه شون؟ یعنی چی؟ نخیر سر کلاس باشیم تا زنگ بخوره. واسه چی ماست برده؟ برو سر کلاس نشو آقای مجید گفت اگه بچه کارش تمام شده بچه ها برن خونه. اباحت بکنه چطوره؟ من برام واقعا دوستش دارم ممنونم که اولا جدا از شوخی دعوت منو قبول کرد لطف کرد اومد انقدر زنگ زد بیا درست بدم بابا حال کردی بفرست برا رفیقات. شما پاکونتو بردا ببر دم انباریشون ببین پر از مسکراته. حاج آقا ببخشید اینا دارن فرافکنی میکنن بعد لباساش هم ناجور ماجور و ماشنا بیرون من نمیتونم اصلا تو روشون نگاه کنم. شما مشکلات سیاسی اجتماعی فرهنگیتون رو خودتون با هم دیگه حل بکنید. شب عالی مستدام. اکبر دستمت برس. آقا من از شما میخوام بمون استغفر این اکبر آقا انقدر شریف روش نمیشه تو چشم شما نگاه کنه حرف دلش رو بزنه بعد شما به این راحتی بهش تهمت میزنید
این مرد برای امرار معاش خانواده‌اش تو زیر زمین سرکه میندازه. اتفاقا یکی از دبای سرکه معروف ایشون همینجاست. یه لحظه اجازه بدید. گیرایش درد هیولاس. خوبه. آقا محمد حسین آقا میبینی؟ چیزی نمیبینم. من بسازم 40 ستون 40 پنجره جانم 40 ستون 40 پنجره فرزت عباس دست بزنی کاردیتون کامل کنار. برو باش نابود شدن. ما 2 حیوان گم کردیم. میخواستم ببینم که شما ندیدینشون؟ چی بوده؟ بلا نسبت 2 خر 2 الاغ. چرا دیدم؟ کجا؟ تو آینه نگاه کنی میبیننش. هر ساسون بعضی وقتا بی منطق میشه. مامانم بدون اجازه من رفته ازدواج کرده، بعد من بی منطقم؟ یک کلام به من میگفتی. تو میخواستی بری برزیل از من اجازه گرفتی؟ نامزد کردی من خبر داشتم. تو چه میفهمی من تنهایی چی کار میکردم؟ خوب کردی. شما باید زندگیت لذت ببری. چقدرم که بغل آقا بابک بودن میشه لذت برد. تو نمیبری. مادرت باید لذت ببره. واقعا که آلیس زشته. خدایا شکر ای خدا. خیلی خوب بود این سریال. خارجی ها انقدرم بیشعور نیستن که بیان با آدمی مثل من چلغول آت و پات بیان ازدواج بکنن. بیاره راحت باشن. خب دیگه پس یعنی من بیشور بودم که آدم زن تو شدم. برای ایشگری اونا یه چیزی جدید بگو. مامان گشنمه. از ذخیره تو استفاده کن. یک گشنمه یه چیز جدید بگو. شما خود شما رو کی کنترل می‌کنه؟ گیتی خانم. گیتی خانم خودش موقع داره به قول آقا حسین. من چمونه میدارم حالا نذار دهنمون وا بشه. شما دهنت باز بشه. شما که هر شب در خونه من به بهونه خلاصی. بابا من اگه می‌خواستم که تو رو دعوت می‌کردم امشب بیاد خونه و اصلا تو لیست ما نیستی. سلام پسر. خدا بیامرزه حسن آقا رو. به خدا انگار بابای خودم. شاله برای بابا جبران. خب خلال دندون داریم. خلال دندون؟ واسه داداشم. آدم سینه میخواد واسه هضم غذا خوبه. عادت داره بعد غذا فقط دندوناشو خالی می‌کنه. خیلی عزیزم پری عادت داره بعد غذا فقط نه نشه از شوخیش. حلال نداریم. سر جو کبریتو باش نوزوب کنم. نه هم آتیش نزنه خودش حالا. دکتر هر بود. آیا دکتر من خیلی عرق میکنم. منم عرق میکنم. جونم بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام. سرگیجه دارم، حالت تهوع دارم، همش خوابم میاد و خستم. چند وقته؟ 1-2 ماه. شما حامله ای عزیزم. نه من مجردم. خب ازدواج کن. جونم بفرمایید. الو آقای دکتر از صبح سردرد دارم، کنترل ادرارم از دست دادم، دست و پاهم درد شده. اصلا نمیتونم تکون بخورم، باید چیکار کنم؟ امشب رو رد کنید صبح میرسه. رویت شاد. گفتاجی یعنی
که اهل کار هستن. میمیرم واسه بیزنس. جدا میگی؟ اینجوری به نظر نمیاد. آره من خیلی دوست دارم با بیزنست بیشتر آشنا بشم. مشته. راست میگی سامی؟ آره آخه هیچ وقت تمایل نشون نمیدادی. من فکر کردم این موضوع بیزنس خیلی هم برات جالب نیست. مگه میشه جالب نباشه عشقم؟ حرکت بچه تاریخی. کی میتونی یه جمله تاریخی بگه؟ یا آقای جاذب بگو عزیزم. بابام پارسال جلوی مهمونا گوزید. خب این چه ربطی داشت؟ کجاش تاریخی بود این جمله؟ آخه خیلی حرکت تاریخی بود، هیچ موقع از یادمون نمیره، نه خودش نه صداش نه بوش. وقتی دفعه اولته مسیو ها رسیدی؟ عجب پروزی دلیلی داشتن. شیرمارد مشتر پر وزنش کن. خوب وزنش سمه دیگه بشین. چند کیلوه؟ 91 کیلو 250 گرم. بهش بگو میخواد وزنش کنه. اگه وزنش درست بود حرف شما رو قبول میکنم. برو خب پاشو من وزنش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر بود؟ 82 کیلو 113 گرم. بهش بگو. صح درست. صح وای عجبت. چه ضد عالی خورد بینه را. چقدر مادی هستی دایی جان، این با یه رنگ پولیش در میاد دیگه. چرا قصه میخوای چیز کنی؟ سرباطیال در نمیم باطی خالی نکنی این وقت. خوب شده ولی کروک هم شد. با آدم میخوره فقط بگم داغه. برو یاره برو اصاب ندارم برو گم رو. میشد لذت بدم خدمت شما. فنکم دیگه احتیاج نیست چون باد میخوره دیگه. فقط یک چیزی دایی جان. نه فقط نگران مامان خانومی شما هستم میدونیم. مادر من؟ دستی به ماجرا داره؟ راستش اینه که از خدا پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه. ما و مامان خانومی شما یک چند وقتیه که با هم دیگه چیز داشتیم، یعنی محرم داشتیم. ماشین پشت قباله ایشون انداختم. خلاصه خیرشه ببینی دیگه، چارچرخش برات به چرخه. آذر افروز هم بهش فکر کردم، اونم هم ایرانی هم تو شاهنامه است، تازه اسم نوه اسفندیار هم بوده. آذر افروز چیه بابا؟ فردا تو مدرسه ازش دست میگیرم مسخرهش کنم. آذر خانم آره بابا. با شاهنامه میخوای بذاری بذار رودابه. با رودابه که اسم زنه. رودابه اسم زنه. همون بود رودابه خانم. این که سودابه بود. من صاحب نوه شد. جدی؟ نوه دار شد. شما که ازدواج کرده بودی؟ شوهر داری؟ نه. خالی خیلی وضع خیته با 2 نفره.
حال کردی بفرست برای اولیه رفیقات. بزنین، یه مغز و زبون، یه دونه هم ساندویچ از این کتلت های مامان پز، یه بندری دونونه. سس تندم داری؟ سس تندم داریم. خیلی از این کاغذ قدیمی ها. حاجا قدیم خیار شورام دارین قدیمی ها تو این دبه میریختن خیار شورام. همینجاست، بفرمایید. ببخشید دهنم آب افتاد. خواهش میکنم بفرمایید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. این غذاهایی که فرمودید رو خیلی ممنون. بسته بندی کنم میبرید؟ نه همینجا میخورم. دست شما درد نکنه. ماشاءالله ماشاءالله. بیا اینجا من یه عکس از خودت بگیرم با گلت. بیا 450,000. ببین این گل 450,000 من گل عروس باید درست کنیم. یه دونه گلش یه دونه شاخه که نمیتونی. عروس میخوام عروسه کنم. تو کوچولویی. تو عروس کوچولو بیا. این رجلپ های خوبی داری ها. سوال ازت بپرسم من؟ بفرمایید. واقعا اگه ناراحت شدی همجوری عصبی بازی در نیارین، پتو پند کن طرفم نمیمه چیزی تند کن. نه نمیدی بزنی. ای بابا تو خودت دستای خودتو دیدی؟ بله. خیلی خوبه. نگاه نکن خب چیزای خوب زیاده تو اطراف آدم چشم رو میندازه پایین. چشم میندازه پایین؟ آره دیگه پایین رو نگاه میکن. اینا تموم شد. ایرک بله. لوپاتم خوبه ها. نه بدون چیز دارم میگم ها، یعنی که اصلا هیچ قصد و غرضی ندارم ها، همینجوری دارم من میگم لوپای خوبی داری. لطف کن دماغتم بپوشون چون چیز. عجب گرفتاری شدیم. خوبه؟ از این من گذشته ششنایی راحت تره که عذابم نمیکشه. ببین پسر جان، آدم از گذشتهش نمیتونه فرار کنه. بالاخره یه جایی تو زندگی رقتون میگیره، نمیتونی در بری. من در میرم. خیلی دقیق اشاره کردم. بابام عکستون بهم نشون داده بود. ولی من فکر می‌کردم مسن‌تر باشین. از زنها که دوری کنی جوون می‌مونی. این جمله همیشه با بزرگم میگفت. ولی خودش اهل عمل نبود. کی؟ با بزرگ دیگه، وگرنه همه شما اینجا نبود. No! God, please, no! 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 این وقت فنگخه شهر میمه ماسوله مریوان مجیدیه که شال ولش کن. کشور مالدیو مالی مسکو. آقا جمعش میشه مریم 60 و میشن 60 و 70. پس من چند تا؟ ما هر چند حساب چقدر میشه؟ اما به خدا اگه بزنم اجازه بده این دفعه من حساب کنم. خواهش میکنم بفرمایید. چقدر شد؟ 320. 320 چشم الان خدمتتون 300 و پولاد از شما سوا سوا. نظر نزن برم. رفیق این هواپیما 5 ساله داره از رو خونه من رد میشه. برو عقب. خونه من همین مهرآباد کوچه علی نژاد پلاک 5. تو چه آدرس تو دادی؟ تو فکر من انقدر اسکل آدرس دادم ما پلاک 7یم. بازم آدرس تو دادی. شیطونی های علی صادقی. همتون خیلی خوش آمدین. خواستم خودم رو معرفی کنم. من سیروس هستم، داماد آقای نوری. ما هم اتلکی هستیم، خانواده داماد فاطمه و جدید شما و قریبان اصل به سلامتی به سلامتی. خواستم توی موقعیت بحرانی خدمتتون عرض کنم کرونا پایان کبوتر نیست. تا شقایق هست زندگی باید کرد. حال کردی بفرست برای رفیقات. ازدواج کردی؟ بله من بچه‌م تقریبا 10 روز دیگه میشه 3 سالش. عزیزم چی شد؟ بچه یا مادر بچه؟ نه خب این سواله آقا. خودت چی فکر میکنی؟